قصه ای که امروز برایتان نقل میکنم یکی از بهترین و یکی از عجیبترین قصه است و در حقیقت هر یک قصه هایی که سبب نازل شوی آیات های قرآن کریم هستند انسان رو در حیرت میموند و اصلا تمام قصه های صحابه ها که با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم شده است انسان رو در حیرت میماند و چگونه آنها یک ایمان داشتند که ایمان زنده، ایمانی که قلب آنها را و حیات آنها را پر از تعجب و پر از حیرت میکند که چگونه آنها انسان بودند که مثل ما و شما انسان بودند، دو دست داشتند، دو پای داشتند، دو چشم و بینی و گوش داشتند، اما حیات آنها را کلا تغییر داد نازل شوی آیات های قرآن کریم. ببینید سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه وقتی اسلام را قبول کردند تقریبا 17-18 ساله جوان بودند. دین مبین اسلام را یکی از اولین 7 نفری که اسلام را قبول کرده بود سعد ابن ابی وقاص آن جوانی که از اهل مکه بود، یکی از خویش و تبارهای مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و بر دعوت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسلام را قبول کردند. وقتی اسلام را قبول کردند مادر سعد خیلی ضد سعد برآمدند و قسم یاد کرد و گفت اگر تو از دین محمد به دین اجداد خود بر نگردی نه طعام میخورم و نه آب می نوشم و نه در زیر سایه رفته استراحت میکنم. در زیر آفتاب مکه را شما آفتاب تصفان مکه را میدونید که چگونه بود. گفت من نه طعام میخورم و نه آب می نوشم و نه در زیر سایه می ایستم، در زیر آفتاب تصفان مکه می ایستم. با همین حالت تصور کنید، با همین حالت 3 روز یگان چی نخورد یگان چی ننوشید، در زیر آفتاب تصفان مکه بایستاد که در آخر زن بود، یک ضعیف بود، بیهوش شد، از هوش رفت. اما سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه از راه خود بر نگشت، با حکمتانه به مادرش جواب گردانید و مادرش را به سوی دین الله و به سوی دین محمد صلی الله علیه و سلم دعوت کرد و از راهی که انتخاب کرده بود هرگز بر نگشت. یک ذره در ایمان او شک و شبهه وارد نشد و یک ذره از راهی که برای خود انتخاب کرد، زیرا او با دلش انتخاب کرده بود، با ایمان قوی که واقعا این راه حقیقت است. چگونه انسانی که حقیقت را درک کرده است، چگونه انسانی که به روشنایی حقیقت چشمش را، چشم دلش را الله تعالی کشاده است، به همان تاریکی و گمراهی شرک برمیگردد. چگونه هرگز قبول کرده نمیتواند. انسان وقتی راستی را میفهمد و درک میکند هرگز به باطل و به دروغ روی آوردن نمیتواند و قبول هم کرده نمیتواند. سعد ابن ابی وقاص وقتی در راهش، در راهی که انتخاب کرده بود استوار باقی ماند. مادرش، این خیلی امتحان سخت و وزنین است. تصور کنید از یک جهت ایمان ما و شما، از یک جهت از همه نزدیکترین شخص به قلب ما و شما که این مادر است. از مادر دیده بزرگتر شخص هست در این دنیا؟ از مادر دیده مهربانتر و مشفقتر و نزدیکتر انسان هست؟ محبت مادر، مهربانی مادر حد و کنار ندارد، اما بر مقابل آن مهر و محبت ایمان است، حقیقت است که آن پهلوی ترازه را زیر کرده ایستاده است. مادرش وقتی از هوش رفت و گرفتند او را، طعام دادند، آب دادند، به هوش آمد، دیگر دید که پسرش از راه انتخاب کرده اش بر نگشته ایستاده است. علیه سعد دعای بعد کرد. این لحظه بود که سعد بسیار غمگین شد. گریه کنان به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند. یا رسول الله، مادرم
نزدیکترین شخص بر قلب من علیه من دعا کرده ایستاده است. چیکار کنم؟ این لحظه بود که آیات های قرآن کریم نازل شدند. و وصینا الانسان بوالديه حسنا و ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله تعالی گفت ما انسان را وصیت کردیم که به والدینش نیکوکار باشد. شخصی که ایمان را و اسلام، حقیقت اسلام را درک کرده است، او یکی از بهترین انسان‌هایی که بر پدر و مادرش است. مهر و محبت نسبت به پدر و مادر حد و کنار نداره. از همه نفری که پدر و مادرش را سخت دوست می‌دارد، این مؤمن حقیقی است. مؤمن حقیقی حقیقتا واقعا پدر و مادرش را خیلی سخت دوست می‌دارد و بر آنها غمخوار است. نفری که پدر و مادرش را احترام نمی کند، نفری که بر پدر و مادرش غمخواری ندارد، در قلب او ایمان وجود ندارد. اما وقتی الله تعالی این آیت را نازل کرد، در دوام آیت گفت این جاهدک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر تو را به شرک کردن دعوت کنند، اگر تو را از راه حق به راه گمراهی، به راه تاریکی دعوت کنند، هرگز آنها را اطاعت نکن. بله، پدر و مادر مقدس است، پدر و مادر بزرگ هستند واقعا، اما نیکویی کردن از پیروی کورکورانه فرق میکند. بنابراین صحابه ها خیلی پدر و مادر را دوست می داشتند. واقعا وقتی بر مقابل ایمان آنها یا پدر یا مادرشان می برآمدند، برای آنها گمان میکنید که سبک بود. سعد ابن ابی وقاص برایش ضد برآمدن مادرش سبک بود. یا مصعب ابن عمیر رضی الله عنه وقتی یک جوانی که از همه بهترین جوان، از همه زیباترین جوان اهل مکه، از همه خوشبویترین و از همه خوش لباسترین، مادرش او را همین قدر ارکه میکرد که یگان جوان مثل او در مکه نبود. اما وقتی اسلام را قبول کرد، مادرش از او تماما روی گردانید. مادرش او را زنجیر بند کرد، به او نه طعام داد و نه آب و یگان چی نداد. جوانی که شما تصور میکنید از همه آلوفته ترین، از همه زیباترین و خوشبوترین جوان در مکه بود. تمام دختران اهل مکه تمنا میکردند که به مصعب ابن عمیر زن شوند، همسر شوند. وقتی اسلام را قبول کرد، مادرش او را چیکار کرد؟ خانه اش را تبدیل به یک زندان کرد. خانه اش را، خانه مصعب را، حجره مصعب را تبدیل به جهنم کرد. نعوذ بالله. برای مصعب گمان میکنید که سبک بود این حالت؟ یا ابو عبیده رضی الله عنه یا دیگر صحابه، شما تصور میکنید در جنگ بدر یک صحابه برآمدگی وقتی میبیند که در صف مشرکان پدر و برادرش است، آیا برای او سبک بود؟ هرگز نه. تمام صحابه ها میخواستند که پدر و مادرشان اولین شده چیکار کنند؟ از آنها پیشتر اسلام را قبول کنند. ببینید ابو هریره رضی الله عنه چگونه اسلام را قبول کردن مادرشان را نقل میکنند. میگویند مادرم را همیشه دعوت به اسلام میکردم. دعا میکردم که پروردگارا مادرم را به سوی اسلام هدایت نما. یک روز وقتی مادرم را به اسلام دعوت کردم، در حق حبیب من، در حق محمد صلی الله علیه و سلم، محبوب ترین شخصیت به قلبشان، سخنهای قبیح گفتند. اینجا بود که ابو هریره خیلی غمگین شدند. باز هم به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم گریه کنان آمدند. گفتند یا رسول الله، در حق مادرم دعا کنید. مادرم را تا این لحظه به اسلام دعوت میکردم و امروز از مادرم سخن شنیدم که قلب مرا آزار داد. امروز مادرم در حق شما سخنهای بد گفتند. دیگر طاقت شنیدن چنین سخنها را ندارم.
یا رسول الله در حق مادرم دعای نیک کنه که الله تعالی به اسلام هدایت کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق مادر ابو هریره دعا کردند، گفتند پروردگارا مادر ابو هریره را به سوی دین اسلام هدایت کن. وقتی ابو هریره برمیگردند، تصور کنید همون لحظه به خانهشون برمیگردند، مادرشون میگویند یک لحظه بیست، یک لحظه بیست ندرو به خانه. مادرشون غسل گرفتند، طهارت کردند، لباسهای تازه پوشیدند و سطر گرفتند. وقتی ابو هریره رضی الله عنه به خانهشان در آمدند، گفتند ای فرزندم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. چقدر ابو هریره این لحظه بود که خرسند و خوشحال شدند و اشک‌های شده از چشمانشان جاری شد. مادر را آغوش گرفتند، بسیار خوشحال شدند و به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتند. ببینید ابوبکر صدیق رضی الله عنه روز فتح مکه بود. پدرشان ابو قحافه رضی الله عنه را گرفته به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند. گفتند یا رسول الله پدرم پیرمرد شده است، موی سرش و ریش‌هایش سفید شده است، پدرم را به سوی الله و به سوی دین الله دعوت کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جایشان برخاستند، گفتند ای ابوبکر آن نمی گفتی که ما به نزد پدرت می رفتیم، نه اینکه پدرت به سوی ما می آمد، سزاوار است که ما به نزدش برویم. اینجا بود که ابوبکر گفتند نه یا رسول الله شما سزاوارتر هستید که به سوی شما پدرم بیاید. پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو قحافه را دعوت به اسلام کردند و اینجا بود که پدر ابوبکر اسلام را قبول کردند. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خیلی گریه کردند، اما گریه بود که گریه شادی، اشک‌هایی بود که اشک‌های شادی. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بروید و موی سر و ریش ابو قحافه را رنگ کنید، اما سیاه نکنید، زیرا اینکه سیاه کردن موی سر برای مرد حرام است در اسلام. بنابراین بنده مؤمن حقیقی، نفری که ایمان و اسلام بر قلب او جاری شده است، از بهترین نفرهایی هست که با پدر و مادرش معامله نیک میکنند، زیرا تمام تعلیمات اسلام بر نیکی کردن بر پدر و مادر است. حتی پدر و مادری که از دین اسلام دور هستند، حتی پدر و مادری که مشرک هستند، در حالت شرک قرار دارند، آنها را باید چیکار کند؟ نیکی کند با آنها. اسماء رضی الله عنه وقتی به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند ای رسول الله مادری من زنی مشرکه است، افابرها، آیا بالای من واجب است که نیکی کنم بر مادرم؟ در حالت شرک قرار دارند، اسلام را قبول نکرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکار و واضح گفتند برها، نیکی کن، صله رحم کن، او مادر تو است، او نفری است که سبب به دنیا آمدن تو در این دنیا شده است، او نفری است که 9 ماه تو را در بطنش برداشته است، او نفری است که طول 2 سال تقریبا بر تو شبها خواب نرفته از پیستان خود شیر داده است. او بزرگترین شخصیت در حیات تو است. او نفری است که بر مقابل نیکی هایش از تو یگان چیز نمیخواهد. بنابراین بنده مؤمن همیشه شخصی است که نکوکار بر پدر و مادرش است، نفری است که میخواهد از 2 دستان مبارک پدر و مادر خود گرفته همراه آنها وارد جنت شود. نفری است که همیشه میخواهد نیکی بر پدر و مادرش کند. نفری است که همیشه پدر و مادرش اولین نفرهایی هستند که بر مقابل چشمان او هستند. نور چشمان بنده مؤمن این پدر و مادرش است. اما وقت او را به شرک دعوت میکنند، اما وقت او را به کار گناه دعوت میکنند، پدر و مادرانی هستند که نفهمیده مثلا امروز
وقتی فرزندشان آیله‌دار می شود، فرزندشان همسری صالحه می گیرد، با یک سبب ها، با یک اختلاف هایی که جنگ و کرشمه هایی که بعضا در آیله ها می شود، میگویند که همسرت را چیکار کن، طلاقش را بده وگرنه من تو را عاق میکنم. در این حالت هرگز فرزند پدر و مادر را اطاعت کرده بر یک کار گناه، بر یک گناهی کبیره دست نمیزند. او با حکمتانه در این حالت رفتار میکند. البته نیکی کردن بر پدر و مادر واجب هر یکی ما و شماست، اما در کار گناه، در شرک، بر مقابل راه حق ما و شما با حکمتانه، با مهربانی بر پدر و مادر حقیقت را بیان میکنیم. الله تعالی ما و شما را نکوکار پدر و مادر بگرداند. الله تعالی آنهایی که پدر و مادری که از این دنیا رفتند، پدر و مادرانی که از ما و شما یا پدر یا مادر اگر گذشته باشند، الله تعالی آنها را رحمت و مغفرت کرده باشد. الله تعالی قبرهای آنها را پرنور گردانیده باشد. الله تعالی جای آنها را، مکان آخرت آنها را جنت الفردوس الاعلی و مأوا گردانیده باشد و از ما و شما فرزندان همیشه پدر و مادر، والدین ما و شما را راضی بگرداند تا اینکه الله تعالی از ما و شما راضی بگردد. تا نوار آینده الله تعالی نگهبانتان.